از جایت نجنب، به هیچ کجا نرو. فهمیدی؟ با کجا میروی؟ تو در اینجا میمانی. مشکلی هایمان هیچ به آخر نرسید. ازگی از خونه هیچ به بیرون نمی براید. بین امروز من چیکار کردم؟ اعلان یک چند شرکت سیاحی را آوردم. شاید به یگان کشور به تماشا رویم. ما در اینجا غرق مشکلات هستیم. تو باشی در فکر سیاحت هستی. با فکرای ابلهانت مرا عصبی نکن. بس از جونت پسنی تو به دلم زده است. من میخوام که چیزی را اصلاح کنم. اینطور باشد اصلاح نکن ویلدن. اصلاح نکن. برای چی؟ برای آنکه چیزی تغییر نمی‌یابد. علاوه بر این از آن روزهایی که خوشحال بودیم کیها گذشته است. به دلم زدی. من به نزد صفیه آمده بودم اما ویلدن یگان واقعه شد. خواهش میکنم برم. خوش دامن آمه را دست می داشته است ها؟ پیاز دارد. تو خودت کیستی؟ مگر شوخی داری؟ شوخی دارم. شوخی طرف کامera. با دستت به طرف کامera اشاره کن میگویم. به تو 2 سوال میدهم. هر سوال 50 خال دارد. اگر 100 خال را صاحب شوی پیروز میگردی. مرا فهمیدی میگویم. قلمفور تیزی قیمه شده داری؟ آله 50 خال گرفتی. اکنون آن را در روی خوراک بپاش. زودتر. اکنون سوال دوم. شاهین جیگل کجاست؟ من چنین آدم را نمیشناسم. مگر آدم دوستش را همین قدر زود فراموش میکند؟ به گمان شما هر دو سر 10 زن زیبا را آب گرفته اید. پس از شب نشینی ها بجل بازی هم کرده اید. در حاجت خانه سیم کارت هایی که در وقت بوسه کردن عروس دهان به دهان میگذشت. دروغ میگویم مگر؟ شاهین جیگل کجاست؟ گپ زن. اکا ببین من کی را داشتم؟ وای برادر کامیرات رو خاموش کن. با آدمانی از 18 ساله خور توصیه داده نمی شود.